این زن هر روزی کاریش را از خرید شیر آغاز میکند. اوغلای عبداللهیوا زنی از ناحیه جلال‌الدین بلخی مالک دکان تولید پنیر و دیگر محصولات شیری است. اوغلای عبداللهیوا پنیری هلندی آماده میکند. راه یافتن به بازار و پیدا کردن خریدار کاری آسانی نبوده است. اول دخترم قطعی چیکار کردیم؟ همین 10 سومی بریده در رکزک دخترم من سومکه با دستم با گرفته اکا من اینا چشته بینه من می چشتهیشم هسته بی پول. حدود 30 فروشگاه در دوشنبه و ختلان پنیر بلخ می فروشند. نرخش از محصولات وارداتی ارزان است و مزه‌اش را تعریف می کنند. برای یک زن دهاتی که حالا بازار خود را پیدا کرده است، برای ماندن کارگاهی که تواند درآمد خوب داشته باشد آسان نبود. با گفته خودش بارها ضرر دیده است. یک هفته به مسجد شد، 68 تا گاوا یک تاش مسجد شد. 3 تن شیر هر روز بینید که 11 روز به هر روز 3 تن شیر ویران شدن گرفت. 11 روز به قریب $2000 زیاد. کارمندان کارخانه محصولات شیری محمد جان میگویند که حالا ویران شدن شیر امکان ندارد. تازگی شیر را که از ساکنان میخرند با تجهیزات زمانوی تشخیص میکنند. 5 پارامتر شیر را میسنجند. ترکیب شیمیایی شیر را میسنجند. در ترکیب شیمیایی شیر چند فوز آوردن لیچیش چند دانیسو. پیش از استحصال پنیر اول وضعیت بازار منطقه سنجیده شده است که آیا آنها خریدار می‌یابند یا نه. سیر مثال برای ناحیه ما ضرور چیز است. ما باید که هر یک عائله به همین تشویقات کردن. حاضر اینا نگاه کنید خود سیر خوریه ناحیه ما یاد گرفت. لایحه یوسعید اوید بر رقابت‌پذیری اگربیزنس در تاجیکستان به کار چند ساله اوغلای عبداللهیوا آشنا شده برای رشد کارش 12 عدد تجهیزات استحصال پنیر با ارزش بیش از $80,000 آمریکایی تقدیم کرده است. نقشم همین که 30 تا زنک جو با جای کار تامین کردن. حاضر تخانه با جا کردیم. گرانت پرزیدنتی با لایحه نوشتم. ماه ایون باید تیان. اینجا نه تنها پنیر بلکه تورگ، روغن و قیماق استحصال می شود.